د څلورم ټولګی دوهم پښتو درس ته ښه راغلاست. با درس دوم پښتو صنف چهارم خوش آمدید. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یې؟ زه ښه یم او هیلهمند یم چې تاسو هم جوړ او صحتمند اوسئ. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. حالتان چطور است عزیزان؟ امید که جور صحتمند باشین. درس های ابتدایی پشتوی صنف چهارم بسیار آسان هستند و اگر از همین ابتدا با ما همراه باشید و ویدیوها را با دقت تا آخر تماشا کنین و تمرین داشته باشین، انشالله تا آخر این صنف را به سهولت میگذرانین. و اما بریم به سراغ درس دوم پشتوی صنف چهارم. دقت کنین دوستان، درست است که صنف چهارم است، اما اولین کتاب آموزشی زبان پشتو برای دری زبان ها است که در واقع در صنف چهارم قرار داده شده. پس هر دوستی که میخواد زبان پشتو را به صورت اکادمیک از ابتدا شروع کنه، بهترین منبع پشتوی صنف چهارم است. څلورم ټولګی صنف چهارم دویم لوست. درس دوم، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. موخه، هدف، د متن سم لوستل، لیکل او د حضرت محمد پیژندل. د متن سم لوستل، صحیح خواندن متن. سم به معنای صحیح، درست. لوستل، خواندن. در ابتدا ما باید متن را به درستی بخوانیم. لیکل، نوشتن. او د حضرت محمد پیژندل و در آخر شناختن حضرت محمد. پس شما شاگردان عزیز بعد از من هر متن و کلمه و جمله را تکرار کنین و یک قلم و کاغذ را پیش رویتان بگیرین و کلمات و جملات را حتما بنویسین تا به اهداف این درس دست پیدا کنید. پختن او پوشتن. سوالات: آیا تاسو خپل پیغمبر حضرت محمد پیژنئ؟ آیا شما پیغمبر خود حضرت محمد را میشناسید؟ خپل پیغمبر خود پیژنئ، میشناسید. موږ او تاسې د چا امتیان یو؟ ما و شما امت کی هستیم؟ موږ و یا موج به معنای ما او تاسی و شما د چا امتیان، امت چی کسی یو هستیم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله جل جلاله بنده او پیغمبر دی. حضرت محمد بنده و پیغمبر الله است. د حضرت محمد د پلار نوم عبدالله. نام پدر حضرت محمد عبدالله بود. د پلار نام پدر. د حضرت محمد د خو اخلاق و خاوندو. حضرت محمد دارای اخلاق نیکو بود. د خو او د شو اخلاق نیکو. خاوندو دارا بود، صاحب بود. زموک پیغمبر ته ماشومان ډیر ګران وو. اطفال برای پیغمبر ما بسیار عزیز بودند. زموک پیغمبر ته برای پیغمبر ما. ماشومان جمع ماشوم به معنای طفل، بچه. ماشومان یعنی بچه ها، اطفال. ډیر ګران وو، بسیار عزیز بودند. پر موږ هم خپل پیغمبر ډیر ګران دی. پیغمبر ما هم برای ما بسیار عزیز است. پر موږ بر ما. هم خپل پیغمبر هم پیغمبر ما ډیر ګران دی، بسیار عزیز است. موږ د خپل پیغمبر اطاعت کوو. ما پیغمبر خود را اطاعت میکنیم. و اما لغات جدید درس دوم. لوستل، خواندن. لیکل، نوشتن. پیژندل،
پیژندل، شناختن. پلار، پلار، پدر. ماشومان، ماشومان. اطفال. زموگ، زموج، از ما. و اما برای کار خانگیتان یک بار از روی متن بنویسین و بخوانین و اگر این کار را انجام دادین در بخش کامنت برایم بنویسین که من کار خانگی را انجام دادم. بسیار خوشحال میشم. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما. دقت کنید که هدف اصلی درست خواندن و درست نوشتن است. پس فراموش نکنید که سر این دو مورد بسیار کوشش کنید. تشکر میکنم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانید. ډیره مننه چې زما سره د ویدیو تر پایه پاتې شئ. که دا ویدیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او که غواړئ چې پښتو زده کړئ نو زموږ چینل سابسکرایب کړئ. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.